منحصر شد. این کار رو ظاهرا بچه‌های دانشکده موسیقی دانشگاه هنر در داخل ایران تهیه کردن و یه ویدیو هم از اجراشون در همون محل دانشکده موجوده. آره، از لحاظ تکنیکی به نظرم طبیعیه که چون کار رو دانشگاه موسیقی تهیه کردن، از لحاظ جزئیات هارمونی اینا خیلی دقیق و درسته. ولی در واقع این کار بازخوانی یک قطعه معروف دیگه است به نام ال پوئبلو یونیدو یا حلقه متحد که طبق یک آهنگساز سیلیایی معروفه به اسم سرجیو اورتگا که همونطور که از اسم سیلات مربوط به حزب کمونیسم و اینا بوده که بعداً سر فارسی روش گذاشته میشه و در جریان انقلاب اسلامی 57 هم به یکی از ترانه‌های معروف اون زمان. حالا بچه‌های دانشکده موسیقی میان شعر جدیدی رو روی این کار قدیمی میذارن و ترجیباً قدیمی که بعدها خیز از جاش میدن دستمند بودن رو تغییر میدن به بعدها خیز برای زن